السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد هم یک سوال داشتیم. ما در یک جای هستیم که در ما بگیم که شب نمیشود. شبی ما قریب که 2 ساعت دوام میکند. مسئله نماز و مسئله روزه همین حالت در چخیل میشود استاد. اون جایهایی که شب نمی شود در این مسئله بعضی قولهای علما هست. یکی آن تقدیر کرده می شود مقداری شب را، یعنی که اگر چیش روز است بیرون مقدار شب چقدر هست همین قدر حساب کرده از وقتی که افطار کرد تا وقتی سحری تا وقتی در آمدن نماز بامداد، یعنی که اگر چی بیرون روز است شب حساب کرده عبادت کرده هم میگیرد. و اصل این حدیث دجال است. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که دجال میبراید 40 روز در روی زمین میگردد، غیر مکه و مدینه به تمام شهر و ناحیه های دنیا وارد میشد و یکمین روزش مانند 1 سال است. گفتن 1 سال. دومین روزش مانند 1 ماه است، 1 سال و 1 ماه. سومین روزش مانند 1 هفته است. باقی مانده روزهاش کسائر الایام، مانند دیگر روزاتان. گفتن یعنی که 37 روزش روزهای عادی هست و 3 روزش روزهای عادی نیست. یعنی یکم روزش 1 سال است، دوم روزش 1 ماه است، سوم روزش 1 هفته است. یعنی 1 سال و 1 ماه و 1 هفته جمعی 30 روزی 37 روزی دیگر. یعنی می شود 30 روزش 1 ماه، 7 روزش همراهی اون 1 هفته پیشینه چند میشد؟ 2 هفته. یعنی که 1 سال و 2 ماه و 2 هفته. همین خیلی خلاصه همین قدر در روی زمین میگرده، تمام جای دور میزند. بعد صحابه ها سبحان الله ببینید چگونه اونها به نماز اهمیت میدادن. گفتن که یا رسول الله همون روزی که 1 روزش مانند 1 سال است نماز چی خوانیم؟ 5 مراتب خوانیم بس است. 1 روز است آخر مانند 1 سال. همین 1 سال چقدر وقت داشته باشد همین قدر بود از 1 روزش. یعنی که همین خیلی دراز میشد است که این یکی از علامت‌های کلان قیامت است، آمدن دجال. 1 روز میگردد مانند 1 سال آفتاب نمیشیند. یعنی که روز است. نماز چیکار کنیم؟ یعنی 5 بار خوانیم بس است در مدت 1 سال که 1 روز است. گفتن که نه، اقدروا لها قدرها، قدر کنید. مثلا بین نماز بامداد و پیشین تقریبا چند ساعت است؟ 5 ساعت است. خب بامداد که خوندید بعد 5 ساعتش پیشین خوانید. پیشین و عصر چند ساعت است؟ 3 ساعت است. خب 3 ساعت که گذشت پیشین عصر خوانید. عصر و شام 2 ساعت یا 3 ساعت. بعد 2 ساعتش شام خوانید. شام خفتن 1 و نیم ساعت. بعد 1 و نیم ساعت خفتن خوانید. خفتن و بامداد چقدر؟ همین خیلی قدر کرده روزی روشن باشد هم نمازها رو خواندن گرفت. و ما هم در این خیلی شهرها زندگی کردگی هستیم. تقویم های مسجد ها می آمد به نزدیکترین شهر که شب و روز دارد، شب و روز معتدل دارد قیاس میکردن. یعنی همونجا مرکزهای اسلامی هست، شما همون مرکزهای اسلامی علمدارهای همون شهرت ها مراجعت کنید کدام وقت شام است کدام وقت بامداد است. اونا وقتی از آن شام میدهن برای شما، وقتی سحر افطار، وقتی از آن بامداد میدهن وقتی تمام کردن سحری. یعنی همین قدر شما شب دارید. از اهل علمی همون منطقه سوال کنید. والله تعالی اعلم.